سلام 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 کن. اومدیم با چی باشیم؟ اومدیم هات داگ درست کنیم. هات داگ داریم. خب فلفل دلمه چیزی که ما داریم، فلفل دلمه، آش، خامه داریم، هات داگ یعنی سوسیس هات داگ و سس مایونز. نونم داریم که اونجا نونم توی پلاستیک. بریم که درست کنیم. خب ما الان میخوایم سس قارچش رو درست کنیم. سوسیسا رو انداختیم تا آب پس بشن، یکم تو آب جوش بجوشن حدود 5 تا 10 دقیقه. توی این بازه زمانی هم توی این بازه زمانی هم ما سس قارچش رو درست میکنیم. اون فلفل دلمه‌ای هم که خورد کردیم برای توی خود ساندویچشه. حالا بریم تا سس قارچش رو درست کنیم. سیر میخوایم و سس مایونز و یه مقدار خامه و حالا نمک و هر چیزی که دوست داشته باشی. آویشن. چرا دوربینو تکون میدی؟ چون دارم سیر له میکنم. الان بریم ببینیم پیا داره چی کار میکنه. پارچه‌مون تک خورد. الان یه خامه بهش اضافه. یه قاشق هم سس مایونز. پودر تخم گشنیز. مثل همیشه. نمک داره؟ نمک. آره. کافیه. اصلا خیاب. هات داگای قشنگ. بای بای. چندش خیلی قشنگ. خوشمزه. وای وای لیلا نه تشنه من لیلا. آره خوشمزه. درست کنید لذتش ببرید. از اینکه ما رو لایک میکنین، کامنت میذارین، سابسکرایب میکنین واقعا ممنون. دوست بهتون. خداحافظ.